سلام و درود، امیدوارم عالی باشید. امروز میخوام 4 تا از بهترین بازیکنان تنیس زن دنیا رو بهتون معرفی کنم. اولین بازیکن سرینا ویلیامز یکی از برترین و موفق‌ترین بازیکنان تنیس زن تاریخ است. او 23 عنوان گرند اسلم را به دست آورده است و به عنوان یکی از بازیکنان برتر دهه 2000 و 2010 شناخته می‌شود. این بازیکن بسیار معروف و مشهور است و با بازی‌های بسیاری که انجام داده جزو معروف‌ترین بازیکنان شناخته میشه. استفانی گراف بازیکن حرفه‌ای تنیس زن اهل آلمان است. او 22 عنوان گرند اسلم را به دست آورده و به عنوان یکی از برترین بازیکنان تاریخ تنیس شناخته می شود. وی در دهه 1980 فعالیت می‌کرد. مارتینا ناوراتیلوا بازیکن حرفه‌ای تنیس زن اهل آمریکاست. او 18 گرند اسلم را به دست آورده است و به عنوان یکی از برترین بازیکنان تاریخ تنیس شناخته می شود. وی در دهه 1970 و 1980 فعالیت می‌کرده. کریس اورت بازیکن حرفه‌ای تنیس زن اهل آمریکاست. او هم 18 عنوان گرند اسلم را به دست آورده و به عنوان یکی از برترین بازیکنان تاریخ تنیس شناخته می‌شود. وی در دهه 1960 و 1970 فعالیت می‌کرد. گرند اسلم جام قهرمانی است که به بهترین بازیکن زن داده می‌شود. به امید دیدار مجددتون، موفق و مؤید باشید.